چند قبل از جانب پسر رئیس سود عالی نصرت الله احلات یک شهروند خطایی با ماشین پخش کرده شد که در نتیجه به هلاکت رسید. همچنین از جانب پسر عزت الله شریفov نیز چند شهروند با ماشین پخش کرده شد. متاسفانه از همین چیز برای چی یک هنگامه میکنیم من نمیفهمم به خاطر پدر روش است. برای که حادثه های صدمه های نقلیاتی خدا نشان ندهد یک حادثه تصادفی است. از نگاه حقوقی گوییم جنایتی از بی‌احتیاطی صادر شده. و جنایتی از بی‌احتیاطی صادر شده اگر که محکوم هم شود او جزا را در کلام سکونت ادا می‌کند که از آزادی قریب که گوییم محروم نیست و آزادانه در کلام سکونت زندگی می‌کند و یک نظام مخصوصی را رعایت می‌کند و خلاص. و در سندهای الف هم اگر شما اهمیت داده باشید همه وقت جنایت‌های احتیاطی صادر شده بخشش کرده میشه. در این مورد هم نسبتی پسری رئیس جمهوری و هم پسری سرداری ریاستی کارهای اصلاحی وزارت عدلیه جمهوری ترکستان پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده. نسبت شریف فراکت پرونده قطع کرده شده است و نسبت دیگرش تفتیشات ادامه دارد. آوری است که قرار قانون قبول